سلام چطورین؟ با یه لوکیشن جدید امروز در خدمتتونم. امروز روز آخر آذر ماهه. منم تصمیم گرفتم که برنامه ریزی 3 ماه آیندم رو انجام بدم. گفتم شما هم توی این برنامه ریزی با من شریک باشین. یه تخت وایت بورد دارم، یه تخت شاسی دارم و کافی که عضو جدایی ناپذیر از من، موبایل و الانم که تو بالکنم، آفتابم که انرژیشو داره به من میرسونه. گفتم که شما هم با من همراه باشین. این ویدیو قرار نیست خیلی حرف زدنی باشه. امشب شب یلداست. منم اومدم یه سری کارا رو پیش ببرم و برگردم برم خونه، یه سری خریدم انجام بدم و تمام. اگر صدا میاد عذر میخوام، من میکروفون رو وصل نمی کنم که نخوام مجبور بشم که مدام با میکروفون کار بکنم. با من همراه باشید. من همونجور که میبینیم کلی مورد نوشتم. حالا میخوام بر حسب مهم بودن اینا رو رده بندی کنم. فعلا کافیه. بریم به سمت خرید و درست کردن دسرای یلدایی. با من همراه باشین. بریم که یکم خرید کنیم. خب من سوار ماشین شدم. حرکت کنیم بریم آب انار بگیریم با بستنی وانیلی. انارم که بابام اینا میگیرن دیگه. حالا فقط من این دوتا رو بگیرم و یکم هم تنقلات هم میگیرن، ولی حالا من تنقلاتم خودم بگیرم. چقدر این پشتی از صندلی من عقبه بچه. اینقدر ماشینم کثیفه. حالا پیاده شدم بهتون نشون میدم، یعنی حالتون به هم. اینقدر که ماشین من کثیفه. اینم از صندلی عقب آوردم، خیلی وقت پیش خریدم. دستمال ماشینم تموم شده. چی میخواستم بهتون بگم؟ آها، در رابطه با برنامه ریزی بهتره که قسمت ها و پارامترهای مختلفی رو داشته باشه. ایشونو میبینید توی ویدئوهای منه. برنامه ریزی بهتره که جنبه های متفاوتی داشته باشه. یعنی شما فقط برنامه ریزی نکنید برای کارتون، شما فقط برنامه ریزی نکنید برای تفریحتون، برای اوضاع مالیتون یا رفاقتی و دوستیتون. شما بهتره تو همه زمینه ها برنامه ریزی کنید و همه وجه ها و جنبه هاش رو بررسی کنید. سعی میکنم تو ولاگای بعد بیشتر در رابطه باهاش صحبت کنم. باید ببینم علاقتون نسبت به این موضوع چقدره. اگر علاقتون زیاده، توی اینستاگرام که علاقهشون خیلی زیاده به این موضوع طبق بازخوردایی که گرفتم، توی یوتیوب نمیدونم. اگر علاقه مندیتون به این که بهتون بگم چجوری برنامه ریزی کنین، چجوری به همه کاراتون برسین، علاقه دارید به این موضوع، حتما برام تو کامنت ها بنویسین که بیشتر بهش بپردازم. اینو ببینید چقدر بانمکه. این انقدر خوشم میاد از ماشین قدیمی. نگاه حرکت کنیم بریم. نمیخوام خیلی ویدیو طولانی بشه چون ویدیوهای کوتاه رو بیشتر دوست دارید. و گربه منو چه بوده اومد بیرون. با من همراه باشید. بیاید میخوام ببرمتون خرید. بیاید. یه ولاگم داشتم اینو میگفتم، ماشینم انقدر کثیفه که خدا میدونه. یه ولاگ میام ماشین تمیز کردن و با هم داشته باشیم و پیش ببریم. میدونم خوشتون میاد. اگر خوشتون میاد برام بنویسید توی کامنت ها که بیایم ماشین بشوریم.
خب خریدا انجام شد. مغازه یکم شلوغ بود، در واقع شلوغ نبود، یه آقایی خیلی داشت داد میزد، همینجور داد و بیداد میکرد، نمیشد که فیلم بگیرم. آب انار میخواستیم و بستنی وانیلی و انار. هم بستنی درست. خب امیدوارم که تا این لحظه از ولاگ من لذت برده باشین. دوست دارم همینطوری که دارید درست کردن بستنی انار رو تماشا میکنید به 2 نکته هم توجه داشته باشین. شب یلدا از سال 502 قبل از میلاد حضرت مسیح در زمان داریوش یکم وارد تقویم شد و از این شب با نام شب چله یاد شده. از رسم و رسومات قدیمی شب چله میشه این موارد رو به خاطر سپرد. جمع شدن اعضای خانواده دوره هم، خوردن هندونه و انار و خرمالو، خوندن شاهنامه و گرفتن فال حافظ توسط بزرگان اون خانواده. نتیجه تفاعل من به حافظ توی شب چله این بیت بود: رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. متاسفانه دیگه الان صبح شده و من الان نمیتونم خودم رو نشون بدم، نه به خاطر قیافه بلکه به خاطر اینکه خیلی پف کردم. الان میخوام این بستنی ساخته شده دست خودم از دیشب رو بخورم. یه چیزی دقیقاً بینابین بستنی و اناره. ولی خیلی خوشمزه است. بازم امتحان میکنم. لایک یادتون نره. فعلا تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. یادتون نره ویدیو قبلی رو ببینید. اونو خودم خیلی دوستش دارم. فعلا